در یک هفته آخر یکی از پربحث‌ترین نوارهای ویدیو در میان کاربران ازبکستانی شبکه‌های اجتماعی صحنه لطوکوب زنی از جانب خادم میلیسا بوده است. نواری به اینترنت راه یافته صحنه بوپو برای زن زدن میلیسا را به نمایش گذاشته است که باعث محکومیت زیادی تماشابینان و هم بحث‌های پرشدت در شبکه‌های اجتماعی شد. بعدا آشکار شد که این خادم میلیسا یک ناظر منطقوی یا اوچیستکووی بوده، یک زنی را لطوکوب میکرد که دچار مریضی روحی بوده است. اخیراً معلوم شد که این ناظر منطقوی از کار برکنار شد و هم تحقیق حادثه شروع شده است. شارح رادیوی آزادلیک بخش ازبکی رادیوی آزادی سراج‌الدین اسلام حالا با ما در استودیو هستند. سلام سراج‌الدین، بگویید که اصل قضیه چی بود و بعد از پخش این نوار چی شد؟ اصل قضیه برای ما دقیقا معلوم نیست، ولی به گفته شاهدای عینی گویا زنی که خستگی روانی داشت داد میزده در محله خودش و پلیس را مردم محلی دعوت میکنند که این مسئله را، این قضیه را حل کنند. و وقتی که پلیس میبیاد میبیند که این زن یک مسئله روانی دارد، خستگی روحی دارد، به جای آنکه دکترها را دعوت کنند، ناظر مشسکای محله این زن را لطوکوب میکنند. معلوم است که در کجای ازبکستان شده؟ بله، این محله یعنی در تاشکند، در ناحیه اوشتپه که مردم اینو فرهادسکی مینامند، در محله فرهاد رخ افتاده است. یک چیز حیرت آور بعد از این حادثه این بود که با وجود معلوماتی که بسیاری ها درباره طرز مناسبت حکومت ازبکستان با مسئله بدرفتاری و شکنجه دارند، در اکثر وقت به تفاوتی است. خب واکنشی سریع را همه شاهد شدند، یعنی این خادم میلیسا نفری که گمانبر می شود در زدن این زن از روی معلومات رادیوی آزادلیک از کار برکنار شده است، تحقیق شروع شده است. به فکر شما سبب این چی است؟ یعنی سبب اصلی این است که مردم دیگر از شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده میکنند و حکومت معمولاً پلیس را حمایت میکنه، ولی در این مسئله نتونست، چون در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود الکی این مرد را رویش رو نشان میدادن که بودن او معلوم شد. کارمندای بخش ازبکی آزادی بالاخره پیدا کردن و با خود او صحبت کردن. او تکذیب کرد، گفت که من اصلا لطوکوب نکردم، ولی اعتراف کرد که در همون صحنه حاضر بودم گفت، ولی ما نزدیم. گفت خود زن حمله میکرد به ما گفت. ولی در ویدیو ما میبینیم که مرد دشنام میدهد، حقارت میکند و با پایش این زن را لطوکوب میکند. در این قصه دو قهرمان است، از یک سو میلیسا و اون خانم که در مظهر ویدیو پیدا شدند و باعث پیدا شدن این ثبت شدند، و قهرمان دیگر همین شبکه‌های اجتماعی شدند که این مشکل را، این قضیه را علنی کردند. به فکر شما تا کجا واقعا هم نقش شبکه‌های اجتماعی در آزادی بیان در ازبکستان، در یک کشوری بسته، واقعا هم مهم است و در آینده هم میتواند بعضی تحولات یا تحریرهای را در نظام موجوده به وجود آورد؟ به نظر من به تحولات به نظام موجود آوردن نمیتواند شبکه‌های اجتماعی، ولی در حادثه های کوچک مثل این لطوکوب زن البته تاثیر خود را میگذارد، چون سیاست اساسی حکومت را هیچ کس یعنی پیشگیری کردن نمیتواند. حتی انتقاد شدید و حتی پیدا شدن ویدیوهای مثلا خیلی آشکار و آبروریزنده برای حکومت بله اعتبار نمیدهند. ولی این حادثه آشکار شد. معمولا این گونه حادثه ها را حکومت، خود پلیس کوشش میکنند که به صحنه نبرند، ولی این دفعه نشد. به نظر من تا رفت خود مردم ازبکستان نیز قوه نیروی شبکه‌های اجتماعی دارد درک میکند و از این یعنی سالمانه استفاده میکند. بله، من میدونم که شما همکاران در بخش ازبکی رادیوی آزادی از شبکه‌های اجتماعی به خاطر تماس با مخاطبتان، با ساکنان ازبکستان برای دریافت خبر خیلی زیاد استفاده میکنید و تجربه شما چی نشان میدهد؟ کدام نوع شبکه‌ها معروفیت بیشتر دارند و کدام خصوصیت شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه مردم ازبکستان است؟ باید بگویم که اکثر جوانان و اونهایی که
در ازبکستان زندگی میکنند و تماس با روسیه دارند، مثلا خویش اقرباشان در روسیه کار میکنند، آنها از ادنا کلاسیک بیشتر استفاده میکنند. کانتکتی از شبکه‌های اجتماعی روسیه بیشتر استفاده میکنند. ولی به نظر من ماهای آخر توجه استفاده کنندگان اینترنت به فیسبوک داره زیاد می شود و چون در فیسبوک معمولا آنهایی که بیشتر خب روشنفکر بودند، مثلا نویسنده ها، شاعران استفاده میکردند، نه مردم عادی. ولی امروز میبینیم که مثلا جوانان نیست توجه بیشتر را به فیسبوک، توییتر و حتی اینستاگرام نشان میدهند و به نظر من این چالش ها نتیجه خودش را بیشتر دارد نشان میدهند. تشکر زیاد. هم صحبت ما، همکاری ما از بخش ازبکی رادیوی آزادی، رادیوی آزاد لیگ، سراج الدین اسلام بودند.